باز هم خوش آمدید بیننده های گرامی. در بخش اخیر برنامه و در بخش مصاحبه هستیم و در حضور استاد دکتر محمد عارف عطایی، معاون مجمع علمی علمای افغانستان و استاد دانشگاه. موضوع این هفته ما ادامه ترورهای زنجیره‌ای و هدفمند علمای دین است که از مدت‌ها به این طرف در افغانستان ادامه داره. استاد گرامی خیلی خوش آمدین. بخیر باشین. بر شما و بر همه بیننده های گرامی که ما را می لحظه می بینن سلام و تحیات تقدیم می کنیم. ممنون که برای ما استاد فرصت دادین. از اینجا آغاز میکنیم استاد که چرا علمای دین در افغانستان هنوز هم مورد هدفهای ترورهای هدفمند و زنجیره‌ای قرار میگیرن و در آخرین مورد هم که ما شاهد بودیم در روز چهارشنبه مولوی صاحب جان آقا در ولایت کاپیسا ترور شدن. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ثم اما بعد. در حقیقت جنگ بین حق و باطل، مبارزه بین حق و باطل در طول تاریخ جریان داشته و جریان خواهد داشت. از زمانی که الله متعال حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام پیدا کرد که نماد و نمونه از حق بود، در برابر شیطان هم خلق شد و این نماد و نمونه از باطل حساب می شود و این از همون زمان مبارزه خود را با حق و با اهل حق آغاز کرد و رسما اعلان کرد که من زیادی از این بنده های تو را گمراه خواهم کرد. همچنان امی مبارزه ها در زمان حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام، ابراهیم علی نبینا و علیه السلام، موسی و عیسی و دیگران و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعد او تا امروز ادامه دارد. در این جنگ مطلب اصلی می است که نقش علما در این مورد، در این جنگ حق و باطل خیلی مهم است. علما اصلا همین جنگ را در حقیقت به یک نحو جنگ را تنظیم و ترتیب این جنگ و شکست باطل در حقیقت به دست علما هست و علما در این نقش بازی می کنند. چرا که در جنگ حق و باطل دو قسم جنگ جریان دارد. یک جنگ میدان به اصطلاح جنگ شمشیر و یک جنگ دیگر جنگ فکری یا تشویش و ایجاد شبهات و عقلی به اصطلاح این میدان. در اون میدان، در میدان جنگ نظامی و شمشیر، علما کسانی هستند که بهترین قائدینی که اهل باطل را تا کنون شکست دادن انمینا تربیه کردن، یعنی تربیهش علما نمودن. از زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما برگردیم از اون زمان که ببینیم خالد ابن ولید را امام علما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیه کرد. صلاح الدین ایوبی را کاکایش و از علمای بزرگ او را تربیه، پدرش، کاکایش اینا تربیه کردن. علمای دیگر را، قائدین دیگر را هر کدام که شما زندگی نامش یک ببینین در پشت سر از این میبینیم یک نقش یک عالم بوده است. یعنی این عالم بوده است که ایره تربیه کرده است تا در میدان مبارزه اهل باطل را شکست داده است. یک در میدان مبارزه دیگه، یعنی در میدان مبارزه جنگ فکری، علما هستند که عملا در میدان مبارزه خودشان استاده هستند. تمام توطئه های دشمنان را علیه حق و علیه اسلام به طور خصوص که ما بگین اینا باطل میکنن، جواب اینها میدن، مبارزه اینها میکنن و شبهات و شکها و دیگرای چیزهایی که دشمن ایجاد میکند اینها رد میکنن، خنثیش میکنن. پس بنابراین چون نقش علما در مبارزه‌ای که جریان دارد در طول تاریخ خیلی عمده و اساسی است، بنابراین خامخا علما مورد هدف قرار میگیرند. هر زمان به یک نحوه، در یک زمان به گونه های مختلف و متاسفانه در این زمان های اخیر که ما در این عصر و در این سال های اخیر میبینیم به گونه ترورهای پی در پی، نه تنها در اینجا، در تمام جاها که آدم ببینی علما در چنین حالت قرار دارند. زندان عالم است،
شهید عالم می شود، بددار عالم آویخته می شود. سید قطبی بود، چرا بددار کشیده شد؟ امثال اینها. و امروز هم چنین جریان دارد. یعنی اصل مسئله و اساس این ترورها و این قتلهای پی در پی به نظر من اینمی مبارزه حق و باطل و همین میدان می باشد. بله استاد، در افغانستان در 15 ماه گذشته نظر به امورایی که خود علمای دین ارائه کردن، حدود 1200 عالم دین شهید شدن، ترور شدن و از این میان حداقل 100 عالم دین علمای برجسته بودن در افغانستان و این علمای دین نه به طرف حکومت بودن نه به طرف طالبا بودن که دو طرف جنگ افغانستان که جدی اونا همین دو طرف هستن. اما امی 1200 عالم دین که اکثریتش بی‌طرف بودن و امی هفته اخیر هم که استاد امی هفته که مولوی صاحب شهید شدن، اینا هم صلح میگفتن. تا چند روز پیش در کمپین ملی ضد جنگ اشتراک داشتن، میگفتن ما صلح میخوایم، جنگ هم متوقف کنین. به نظر شما چه دست‌های پشت پرده ترور علمایی است که نه طرف حکومت هستن نه طرف طالب بلکه طرفدار آمدن صلح هستن؟ نکته بسیار جالب اشاره کردیم. یعنی این کنجکاوی میخواه و باید هم رویش تحقیق شود. خب به طور عموم چیزی که من برداشتم از دو چیز است. یکی که آنانی که برای آینده افغانستان پلانهای کلان دارند و پلانهای شوم خطرناک پیش روی خود گذاشته دارند در افغانستان، خب هنوز این نیست که تنها با رفتن عساکر خارجی کشمکش افغانستان تمام شده باشد و این جنجال های افغانستان یا دشمنی که در افغانستان آمده بود این رها کرده باشد. همین کسانی که میدانند که در آینده شاید پلان هایی که ما در افغانستان داریم انمی علما مزاحمشان شوند. من نمیگم از کدام طرف چگونه یعنی کسانی که چنین دارند و در این شک هم نیست، ما یقین داریم که پلان های شوم برای افغانستان زیاد است. الله متعال هیچ دشمنی را به پلان شومش نرساند و دستایشان را الله متعال از غیب خود کوتاه بسازد. لیکن اینهایی که در برابر پلانهای خود علما را، خصوصا علمایی که متفکرن، علمایی که مردم در دنبالشان میروند، در بین مردم نفوذ دارند، گپشان مردم میشنوند و اینها در برابر ناهنجاری ها چوب نمیمانند. همین مسئله صلح و مسئله عادی نیست. ما در مسئله صلح خیلی شهیدها دادیم، از جمله خود در رست جناب استاد شهید دکتر محمد عاطف کسی بود که در راه صلح خیلی زحمت میکشید و زیاد افرادی هستند که اصلا نمیخواهند همین موضوع به حقیقت مبدل شود. گیم از بازی است. متاسفانه ما را ملت بازی میدن که یعنی ما برای صلح کار میکنیم، در پشت پرده تمام جنگ عیار میسازند. پس بنابراین ما آنانی که یعنی تصور میکنم که مثلا دکتر ایاز نیازی که میفهمیدن این آدم گپ داره بگفتن، این آدم مردم را میتواند برای خود جذب کند و امثال اینها را تا استاد جان آقا را که شما پیشتر اشاره کردین جناب مولوی صاحب، کل از اینها را یک چی خواهد بود که این دست ها در قتل اینها رول دارد. و یکی دیگه دومی که کسانی که میخوان اختلاف را در افغانستان به حد عمیق بسازن که دیگه به سالها طول بکشد. او چگونه؟ به شما واضح بگم. گاهی ما میبینیم که طبعا در ساحه اسلامی گروه ها مختلف هستند. مثلا اهل تصوف یک گروه هستند، برادرای گرامی ما در سلفی ما اینها یک گروه هستند، تبلیغی های ما یک گروه هستند و همه مسلمان هستند. خب لیکن هر کسی با یک اندیشه خاص اسلامی خود کوشش و تلاش دارد. حالا میبینیم در همین قتل هم حتی یکی از این جانب به شهادت میرسد، یکی از اون جانب، یکی از این طرف، یکی از این گروه. شاید یک پلان همی باشد که با این قتل ها این گروه ها را به جان یک دیگر بیندازند. یعنی مثلا صوفی تصور کنه، گمان کنه که این کسی که از ما کشته شد این شاید سلفی ها از بین برده باشند. سلفی یکی از او باز کشته میشه بگه این دست حتما شاید دست همین صوفی ها داشت باشد. یکی دیگه به میتری خدای نخواسته زمانی که این هم شهید شدن خیر بیرینا اینها وقتی که زمانی که قوی شد خدای نخواسته این گروه های اسلامی که به جان یک دیگر افتادن دیگه تمام برنامه های دشمن تطبیق می شود. الله متعال بر ما رحم کنه. استاد، حالا
دست های پشت پنهان هست که ما نمیشناسیم، اما مسئول چه کسی است؟ مسئول حفظ جان علما کیست؟ هر بینین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چقدر زیبا یک مقوله از اون نقل شده است که میگه اگر در عراق عمر ابن خطاب در مدینه است، در حجاز است، میگه اگر در عراق پای اسب در سوراخی برود که در راه قرار دارد و پای او بشکند، من خود مسئول میدانم. چرا؟ چون در رأس من قرار دارم، چون خلافت و حکومت به دست من است و من مسئولیتم احساس این میکنم که چرا تو راه را چنین برابر نساختی تا اسب پای شکست و تو متوجهش نبودی. این در مورد یک اسب است، این در مورد یک حیوان است. شما چه تصور میکنید در مورد یک انسان؟ باز انسان بگذار، در مورد انسان عادی نه، یک عالم، یک متفکر سالها درس خوانده است و سرمایه به سر سرمایه ها گذاشته شده است. اینچنین فردی که در جامعه مفید تمام میشود، برای اصلاح جامعه و خیر جامعه گام برداشته است، در کشتن ای و از بین رفتن ای حکومت مسئول نخواهد بود؟ کسانی که در رأس قرار دارن مسئول نخواهند بود؟ والله العظیم اولین و مهمترین مسئولیت به دوش کسانی قرار میگیرد که اینها به عنوان حکام در جامعه در چوکی نشسته هستند و از امتیازات جامعه، از خون این جامعه، از مو عرق این جامعه، از بیت المال این جامعه زندگی میکنند و عیش و نوش دارند. اولین و مهمترین مسئول در هر منطقه، از امو حاکم از ولسوالی گرفته تا حاکم و والی ولایت تا امو تربیت تا بالاترین فردی که در حکومت قرار دارن، کل اینها نسبت به همه قتل ها، خصوصا به قتل علما، مسئول می باشند. بله. حالا استاد اصل گپ اینجاست که حکومت مسئول است، اما 1200 عالم دین در باز هم یادآور میشون که در 15 ماه ترور شده و از این میان 100 عالم دین برجسته ای که حرفی به گفتن داشتن و حداقل همه میشناختندشان، اینا شهید شدن. اما حکومت تا جایی که من میفهم حداقل همین 100 عالم دین برجسته را هیچ کسی را به ما تا حال نشنیدیم به جرم ترور یک عالم دین در یک سال گذشته کسی به محکمه کشونی داشته باشه یا گرفتار شده باشه. چرا حکومت مسئولیت خود ادا نمیکنه و چرا هم در تامین امنیت علمای دین کوتاهی میکنه و هم در این که کسایی که علما رو شهید میکنه اینا رو بازداشت نمیکنه؟ والله العظیم جای نکته تشکیک، شک و شبهه و تشویشی که در حقیقت هست همین چیزی که شما گفتید. یعنی این چیزیست که نه تنها علما بلکه عموم ملت، حتی از کسانی که کوچکترین درس هم آنقدر کوچکترین افراد حساب می شوند، آنقدر معلومات هم ندارن، لیکن همینقدر عقل دارن و همینقدر فکر دارن که این سوال پیششان مطرح است و این شک و شبهه پیششان مطرح است. ما به یک جا نشده است، به هزارها مراتب جاها از ما همین سوال شده است که یعنی چی؟ در یک حکومت اگر یک فرد کشته شد، خب بالاخره این افرادش کشته، کسانی که را کشتن فرار کردن، گیر نیامدن، به یک نحو پود شدن، بالاخره خب خیر با انسان معذور میدانی، شاید مشکل باشد. 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، برادر گرامی، به صدها نفر زمانی که موضوع برسد، به صدها نفر و از این به میان انسانهای بسیار بزرگی که سرمایه های عظیم افغانستان حساب شوند، اینها هم از بین بروند، یعنی یکی هم تعقیب نشود، یکی هم جواب برای گفتن نباشد. حکومت بالاخره نگوید که می تحقیقاتی که ما هیچ کشتاری نیست که حکومت نگوید که ما کمیسیون را برای تعیین کردین، موضوع را تعقیب میکند، بررسی میکند، تحقیق میکند، نتایج را با ملت بس همگانی میسازد. لیکن یکی هم تا نشود، اصلا جای شک هم اینجاست، یعنی جای تشویش هم اینجاست. من برایش جواب ندارم. یعنی شما که از من سوال کردین، من به این خاطر پس همین سوال دوباره به تشریحش به چی کردم که طرف ما، از طرف مجمع علما، از طرف کسانی که ما میشناسیم، عموم ملت، خرد و کلان، همین سوال مطرح است که بالاخره یکی هم پیدا نشد. اگر بالاخره یک سرنخ پیدا میشد و با مردم شریک ساخته میشد
ملت افغانستان علمای خود زیاد دوست دارن، با وجود هر چی که دشمن کوشش کرده است که علما را نقش علما را کم بسازد، ملت افغانستان والله پرسان میکردن و مبارزه میکردن. یعنی اگر حکومت از مردم کمک میخواست که ما جهتی که این تنفیذ قتل را میکند پیدا کردیم، بالفرض ما نمیتوانیم خود جواب بدهیم، ملت در کنار ما استاده شد. شما ببینید در هیچ چیزی آنقدر که علما ملت استاده میشود، در این موضوع هیچ چیزی دیگه اینقدر استاده نمی شود. خورد و کلان و حاضر بر قربانی خواهند بود. الله متعال بالاخره راه حل را به اصطلاح یک روزنه را، یک سر نخ را در این قتل ها برای ما نصیب بفرماید، به ما نشان بدهد تا ما راه خود را بفهمیم. بله. یادآورم شویم که علمایی که مثل استاد دکتر محمد عاطف شهید، دکتر ریاض نیازی شهید، مولوی صاحب مفلحی شهید، مولوی صاحب فایز شهید و امثال اینا علمایی بودن که هیچ کدامش هنوز برای ملت معلوم نیست که از طرف چه کسی صورت گرفته و حکومت هم هیچ کسی را در این پیوندها به جزای اعمالش نرسانده. حالا استاد مسئولیت علما چیست؟ علما چه کار باید بکنن؟ مجمع علمی علمای افغانستان که یک اتحادیه از علمای دین هست و در بخش علمای دین فعالیت میکند، در این قسمت چه کار کرده؟ ها اینجا هم یعنی یک چیز سوال مهمی که شما کردین همین موضوع هست که علما باید که در این راستا همچنان چوب، آرام، بیغم یک شهید شود و برای باقی دیگه دست در زیر لاشه این چنین نباشن. اینجا علما به طور عموم یک مسئولیت دارن. ما خو در نشست و برخاست هایی که با علما داریم، در کنفرانس هایی که با علما میگیریم، ما به طور عموم به این نتیجه رسیدیم که یک مشکل عمده‌ای که در افغانستان علما دارن این است که یک وحدت و انسجام واحد ندارن، یعنی یک مرجعیت واحد ندارن. به همین خاطر است که به مشهور مثل شعر مشهور که میگه گرگ اجل یکایک از این گله میبرد، این گله را ببین که چه آسوده میچرد. یعنی یک از بین برداشته میشوند و دیگرها دیگه همچنان منتظر هستند که کی نوبت ما خواهد رسید. نه، مسئولیت بزرگ علمایی است که خود را منسجم بسازند. یک، وحدت صف ایجاد بکنن. دو، گپ خود را واحد بسازن، برای خود یک مرجعیت ایجاد کنند. آنچه که شما در مورد مجمع علمی گفتید، مجمع علمی والله در همین سالهای اخیر نهایی ترین کوششش به همین است که یک مرجعیت واحد برای علمای افغانستان ایجاد کند. مرجعیت واحد چی معنا؟ ما فی الحال یعنی حالا شاید وقت توضیح زیاد گپا نباشد، ما فی الحال مرجعیت زیادی از مسائل ما یا از ما افغان ها یا او طرف مرز یعنی ایران هستند، از ایران دستورات و مسائل صادر می شود برای ما، یا این طرف مرز از پاکستان. چرا خود افغان ها یک مرجعیت نداشته باشند؟ خوب را از بد را، درست را از غیر درست و جواز را از غیر جواز همه به یک کلام واحد از خود افغان ها ایجاد کنند و بگویند، در صورتی که انشالله علمای کرام همین چیز را ایجاد کردن که انشالله ما برایش کار میکنیم، خیلی از مشکلات حل خواهد شد. و وقتی که باز کسی آنچنان نخواهد توانست که بلا احساس مسئولیت نسبت به شهادت علما همچنان آرام زندگی کند، باز علما و ملت افغانستان او را به زندگیش نخواهد ماندن. بله استاد، به عنوان یک استاد دانشگاه، یک عالم دین و معاون مجمع علمی علمای افغانستان، به عنوان آخرین سوالی را مطرح میکنم که چقدر نگران وضعیت بعد از این هستین، وضعیت جان خود هستین، وضعیت علما هستین؟ من احساس میکنم که اگر حالت چنین ادامه داشته باشد و راه حلی را هم اول خود ما و در دوم حکام ما برای این موضوع نسنجند، این مرگ تدریجی تمام ملت افغانستان است، تنها نه از علما، مرگ تدریجی همه ملت افغانستان. حدیث مبارک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است، میگه که موت العالم موت العالم، مرگ عالم مرگ عالم است. مرگ یک عالم مرگ یک منطقه است، همه است. چرا؟ رهنمای دینی تو امی عالم است.
تشویق به اخلاق و ایمانیات و زندگی منظم ایمانی امی عالم است. خیرخواه در جامعه امی عالم است. چیزی نمیخواهد لیکن پیام پیغمبران را به ملت و به مردم میرساند و مردم را به او سمت و سوی سوق میدهد که پیغمبران سوق دادند و همو آرامش و همو سکون و همو زندگی زیبایی که پیغمبران ایجاد کردند امی عالم حالا کار میکند. حالا که این علما یک گرفته شد، دیگه چه کسی به خیر این ملت کار میکند؟ چه کسی برای امت میتپد و زحمت میکشد و رنج میبرد و برای خیر امت گام برمیدارد؟ والله العظیم امید آنچنان از سیاسیون ماست هیچ امیدی برای خیر جامعه ما دیدیم متاسفانه تا کنون. نی امیدی از تجار ما و از هر کس به خود مصروف است. سیاسی به خود مصروف است و تاجر به خود مصروف است، عموم مردم به خود مصروف هستند. تنها قشری که برای جامعه یعنی درد جامعه را دارد عالم دین است. این از بین بردن علما والله خطر عظیمی برای جامعه ما حساب می شود. بله. دکتر محمد عارف عطایی، معاون مجمع علمی علمای افغانستان و استاد دانشگاه، خیلی ممنون استاد که فرصت دادین برای ما. خیر باشین. الله متعال شما را و همه بیننده ها و برادران گرامی ما در استودیو خیر نصیب. ممنونتون استاد. خب بیننده های گرامی بود برنامه اسلامی نره این هفته که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم. الله نگهدارتان.